از اینجا به بعد باید پیاده روی و پیمایش در کوه داشته باشیم بچه. از قدیم گفتن مسیرهای سخت انتهاش زیباست. دوستان اینجا مسیر قدیمی بوده که کلاً مردم با اقشامشون از این مسیر عبور می‌کردن و از این روستا به روستای مقابل تردد می‌کردن. یک روز خوب، یک طبیعت‌گردی خوب. با ما همراه باشید. آخیدانی دایی جونم در دام خامیدونم. خوب طبیعت‌گردی در تنگه‌مای هفت نشریان از تمام شهرستان مچاسری. دی ای رو وی گاها رو وی کنگرد هاری داری بیا برویم با گوونیم جاوارگ پاری داری آخی دانی 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 در دوم یکی دوتایی آخی دانی دانی